مردم فرهنگی و سازنده و بنیادکار شهر اسفره جشن بزرگ 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را که بر حق مقدسترین و عزیزترین نعمت، رمز سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری و بقای دولت می باشد، با ارمغانهای شایسته استقبال و شکوه خاصه تجلیل نمودند. چون همیشگی اسفرگیان به ایدگاه اساسی گلباغ به نام سیفالدین اسفرنگی تشریف آورده از نمایش طعام و خورش‌های ملی، هنرهای مردمی، محصول دستی پزندگان و قنادان ماهر، برنامه زیبا و جالب وصف کننده صلح و ثبات، وحدت و سرجمعی و استقلالیت ملی و دولتی با اشتراک صنعتکاران دیار لذت بردند. در روند جمع آمدی با تنتنه ایدانه ارزشمندی و اهمیت بزرگ و تقدیرسازی اعلامیه آید به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، سهم و نقش صلح آوری، مقام و منزلت وحدت آفری و خدمت بی‌بهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و دستاوردهای زمانی صاحب دولتی کشور صاحب استقلال ما ضمن مبارکبادی‌های ایدانه رئیس شهر بهاوالدین بهادرزاده و معاون رئیس ولایت سغد دوران زاهدزاده واضح و روشن بیان گردیدند. طور ذکر گردید محض عزم استوار، جهد و تلاش پیوسته پیشوای اصیل خلق و ملت، سرمعمار و منادی صلح و وحدت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و اراده مردم صاحب تمدن تاجیک بود که سازشنامه صلح سنگرها را شکست، کینه‌ها را دور کرد، زخم‌ها را شفا بخشید و مردم تاجیک را به گرد دسترخوان وحدت جمع آورد. ضمناً گفته شد که استقلالیت برای هر یک ملت بزرگترین نعمت، با ارزشترین مقدسات و با شکوهترین جشن به حساب می رود، زیرا آن مایه افتخار هر شهروند بوده، تکان دهنده غرور ملی، زمینه ساز رشد و تکامل و پایدیوار مستحکم وحدت و یکپارچگی است. استقلالیت تاجیکستان پیش از همه در عرصه جهانی اعتراف گردیدن نظام دولتداری، سیاست مستقلانه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت، وسعت خودشناسی و خودآگاهی و تلاش و مبارزه بر دوام هر یک فرد با ننگ و ناموس به خاطر آبادی و شکوفایی تاجیکستان است. برنامه زیبای فرهنگی آماده نموده اهل صنعت شهر افاده‌گری آن بودند که استقلالیت برای ما یک واژه یا کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، شرط پیشرفت کشورمان به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمعی و خوشبختی امروز و آینده خلقمان است. در جریان جمع آمدی ایدانه همچنین یک قطار پیشقدمان ساحه‌های مختلف اقتصادیات و اجتماعیات با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سرفراز گردانیده شدند.